همدیاران عزیز، من به شما وعده کردم که کسل انگور رو نشون میدم. کسل انگور چخیل است، شور زدن چخیل است. من به شما از نزدیک نشون میدم. من این خوشه انگور بینید، خاکستر برین، تنش ده، نمک برین، خاکستر زدگی است، نمک زدگی است، یعنی که شور زدگی است. و تنهی بوته را میبینیم. روغن هر جا دوغ روغنی است، دیدید؟ هر جا دوغ روغنی است. برای چی خیلی شد؟ برای اون که اینجا هیچ که خمتوک نکرده بود است. من کنده پرتفتم همش رو دیدید. اینجا جنگل شد و جنگل که شد منبع کسل خونه می شود. انا همخیل اینش هم همخیل خوشه سفید شده است. پویننگش هم سفید شده است. این بسیار جدو سفید کلان شده است. و همین راه تو یک 20 متر همخیل شدگی بود. من توزه کرده پرتفتم. حوزی من نشون میتیم به شما. انا اینجا من خمتوک کرده کنده پرتفتم چون که کسل زیر کرده بود. خیلی کسل رو من به شما نشون دادم. انا دیدید؟ نوده روغن رو دیدید؟ الکه پایسه زدگی. انا همین کسلی اویدیوم، یعنی که جل زدگی، شوره لغت کردگی، شوره زدگی هم هر میگنده آدمو. هر خیل، هر لحجه قدی. اینه دواش چی است؟ یکمش من باید به همین کسل آوردن میرسوندم. باید که سری وقت دورو میکردم و سری وقت خمتوک میکردم. از سببی که من در ناحیه همدانی کماندیروفکه بودم، کم ترک به صاحبی کرد همین باغ. باید من علاقه 2 مرتبه ایمپکت و باز نورلده یا که یگان دیگر داروی ضد حشرات ابرابط میکردم. 2 مرتبه علاقه باید میکردم، لیکن یگان مرتبه نکردم راستی پیش از گل کردگی. انا اکنون چیکار کردم در کار؟ وقتی کسل زد ایمپکت سستر است. وقتی کسل زد کسل رو کشتن در کار، پیشگیری کشتن در کار. برای کشتن ارتلریا در کار. ارتلریا اینجا به توپاز حساب میرود، یعنی که بمب. توپاز سخت‌تر است نسبت به ایمپکت و من توپاز میزنم اینجا. همین کسل رو با توپاز نصف میکنم. 2 مرتبه توپاز میزنم، خدا خواهد کسل رو نصف میکنم. 5 گرم در 10 لیتر آب هر یک هفته میزنم. 2 هفته پای در هم میزنم، نصف میشود. انا بینندگان عزیز، اگر که انگورهای شما همین خیلی کسل شده باشد و شور لغت کردگی باشد و جل زدگی باشد، یعنی که اویدوم شدگی باشد، حتما شما با توپاز وی رو صحت کنید. اول خمتوک میکنید، آفتاب گذرو بسیار آفتاب گذر نه، لوچی بد نه، شامل گذر میکنید و با توپاز وی رو زده کسل رو نصف میکنید. دیگر دارو کمتر میگیرد. توپاز این ارتلریا ده پشت قطعی میزنید گویا. انا خیلی در پناه خدا باشید. این طرف ببینید همش رو پیوند کردگی، پیوند کشمشی ویلس کردگی. خدا خواهد طلبگاری ویلس بسیار بود، بنیهایت کشمشی شیرینی با مزه بود. امسال خدا خواهد نشان میتیم، مهمان ها میچشند، کدامی خواهد آمده باقی من چشیده دیده باوری حاصل کرده میرود و از این نهال ها دسترس میکنن. کشمشی ویلس مادرش انا این هر یک خوشه است که خوشه ها جاروبی حول روی بودیم. بینید این خوشه رو بینید. این ویلس است، این هم ویلس. این پیوندی سالی گذشته هر دوش. بینید در یک سال پیوند میکنیم با چقدر با ما انگور میبندد. انا همدیاران عزیز، اکسکورسیای کوتاهک از باغ من به شما. با دقتتان رحمت. اعضای گروه انگور و باغ شوید. تماشاهای نوارهای تماشا باب به شما پیشنهاد میکنم. رحمت به پدرتان.